سلام به همه عزیزان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. به جلسه دوم از آموزش و سری ویدیوهای ابزارهای هوش مصنوعی خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو قراره که با هم دیگه درباره یک سری ترفندها، پرامپت‌ها و یک سری حالت‌هایی که به شما کمک میکنه خروجی و در واقع پاسخ بهتر و با کیفیت تری داشته باشین صحبت کنیم. میخوام که یک موضوع پایه رو انتخاب کنم که با همون این مطالبی که دارم میگم رو پیش ببریم. در واقع موضوعی که میخوام انتخاب کنم که مرتبط با همین ویدیو هامونم باشه، میخوام مثلا بهش بگم که درباره مثلا ابزارهای هوش مصنوعی مثلا برام توضیح بده. یک در واقع دستور خیلی ساده. خب میاد برای ما توضیح میده که ابزارهای هوش مصنوعی یا AI tools یه مجموعه نرم افزارها، پلتفرم‌ها، چارچوبایی گفته میشه که حالا به افراد و سازمان‌ها کمک میکنه از الگوریتم‌ها و قابلیت‌های هوش مصنوعی در کار مختلف استفاده کنن. خب یه سری اومده دسته‌بندی کرده و برای ما اینها رو توضیح داده. این در واقع حالتی که این متن‌ها داره رو به خاطر بسپرین. میخوایم با هم دیگه بریم سراغ یه سری ترفندهایی که داریم. ترفند اول حالتیه که ما میخوایم به هوش مصنوعی شخصیت بدیم، بهش در واقع متخصص تصور کنیم هوش مصنوعیمون رو و بهش بگیم که مثلا به جای یک چنین فردی برای من چنین جوابی رو بده. خب میام بهش همین در واقع پرامپتی که دادم، این دستوری که دادم رو میام کپی میکنم. خب میخوام بهش بگم که حالا یکم میام عقب‌تر، بهش میگم که حالا از دید یک متخصص هوش مصنوعی. خب اینا میاد چیکار میکنه؟ میاد اون حالا مواردی که اینجا گفته شد رو میاد، چون از دید یک متخصص هوش مصنوعی داره بیان میشه، میاد و چیکار میکنه؟ یکم بهش پر و بال بیشتری میده از تصور و از دید کسی که متخصص تو این حوزه. به طب منابع و این مطالبی که داره میگه یکم پربارتره، مطالبش یکم بیشتره و لولش به تب بالاتره. حالا میخوام همین رو دوباره همونطور که میبینید مثلا درباره ابزارهای بینایی ماشین هم صحبت کرده، فکر کنم اینجا هم صحبت کرده، ولی خب اینجا زیاد مثلا بهش پر و بال نداده، ولی خب اینجا خیلی درباره صحبت کرده. در هر صورت چون از دید یک فرد متخصص، از دید یک شخصیتی داره برای ما اینا توضیح میده، به طب تفاوت ایجاد میکنه با یه پرامپت ساده. حالا میخوام از دید یک مثلا یه پسر بچه مثلا بزنم، ببینیم که از دید پسر بچه به چه صورت برای ما توضیح میده. خب ببینیم وقتی که از دید پسر بچه برای ما توضیح بده، کاربردش چیه. فرض کنید که شما میخواین این موضوع رو برای یک مثلا یه بچه توضیح بدین، برای یک کودک توضیح بدین. اینجاست که باید از دید یک کسی که توی هم سن و سال هم لول اون هستش توضیح بدین. شخصیتی که به اون میدیم باید به اون سازگار باشه. مثلا اومده مثلا گفته که مثلا ابزارهای هوش مصنوعی از دید یه پسر بچه مثل اسباب‌بازی خیلی باهوشن، هر کدومش این کار خاص بلدن. مثلا بعضی مثل ربات‌های حرف زنن، میتونی باشون چت کنی، مثل دوست باهوش مثل چت جی پی تی. بعضی مثل مداد جادویی ان، میتونی هر چی دوست داری بهشون بگی بعد خودشون نقاشی میکنن مثل میدجرنی یا دالی حالا نسخه 3. مثلا بعضیا مثل جادوگر موسیقی ان، تو فقط میگی چه آهنگی میخوای اونا خودشون میسازن، مثل سونوک اینجا نیورده. و خب خیلی در واقع جالب این بخش. مثلا میگه که اگه میخواید با یه داستان کودکانه تصویری توضیح بدم که ابزارهای هوش مصنوعی هر کدوم چه نقشی دارن. خیلی این بخش شخصیت بخشی به ما کمک میکنه. به چت جی پی تی یا هر هوش مصنوعی این نکاتی که دارم میگم برای تمام هوش مصنوعی های مثلا چت بات استفاده میشه و کاربرد داره. این در واقع نوعی که الان به شخصیت بخشیدیم و گفتیم که مثل یک مثلا کسی رفتار کن، حالت در واقع اکت اده،
یعنی مثل یک فردی رفتار کن. مثلا ما اینجا بهش گفتیم که مثلا از دید یه پسر بچه یه نقش بهش دادیم، گفتیم نقشش پسر بچه است، از دید چنین شخصی برای من توضیح بده. خب بریم سراغ در واقع پرامپت بعدی. میخوام بهش بگم که حالا این چیزهایی که بهم گفتی، ابزارهای هوش مصنوعی که بهم گفتی، از دید مثلا یه متخصص هوش مصنوعی میخوام که بیام بهش بگم که مرحله به مرحله بر من توضیح بده. این تفاوتش توی چیه؟ خب اینجا اومده برای اینکه یک جواب بهتری پیدا کنه داره بیشتر در واقع جستجو و تحلیل میکنه، بیشتر داره فکر میکنه، اتفاقاتی هم که داره میفته داره اینجا برامون نمایش میده. بحث امنیتیش هم داره بررسی میکنه، محتوایی که داره ارائه میکنه مفید باشه و نکات مضر برای هر سنی وجود نداشته باشه براش توی این متنی که داره به عنوان پاسخ ارائه میده. خب اومده و برای ما به صورت مرحله به مرحله و کاربردی از نقش و از دید یک متخصص هوش مصنوعی داره برای ما اینجا شرح میده. گفته که مثلا برای پلی بک عملیاتی، برای انتخاب یا استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی از ایده تا محصول در پروداکشن، اومده همه اینا رو برای ما به ترتیب از دید متخصص هوش مصنوعی برای ما توضیح بده. مثلا نکته‌ای که اینجا هست مثلا برای LLM ها یا LLM هم که میشه Large Language Models، مدل های زبانی بزرگ، یا مثلا بحث ترینینگ، آموزش دادن و بخش مختلفی که وجود داره، اینا همه رو اومده به ترتیب از دید کسی که متخصص هوش مصنوعی داره میگه. حالا میخوام اینا چیکار کنم؟ بیام کپی کنم، به جای متخصص هوش مصنوعی بنویسم مثلا یک مثلا از دید یک معلم. نقش دیگه یه شخصیت دارم بهش میدم. خب دوباره میره توی لانگر اینک، آره بیشتر فکر میکنه که اون جوابی که میده بهتر باشه. خب حالا از لحاظ در واقع از نگاه یک معلم داره اینا رو برای ما بررسی میکنه. مثلا اون مواردی که خب شاید به درد معلم میخوره رو داره اینجا برای ما مطرح میکنه. خب به تفاوتش با این متخصص هوش مصنوعی قابل حس و قابل دیدنه. با یه نگاه میتونیم بفهمیم که این از کسی که داره بحث مثلا تراکم زدایی و همینا رو داره مطرح میکنه، بحث مهندسی داده یا پردازش متن رو داره میاره وسط، دیپ لرنینگ رو داره میاره وسط و همه اینها رو داره میاره وسط، با کسی که خب یه معلم توی این بخشا شاید زیاد اطلاعات نداشته باشه، مثلا میاد درباره نمونه جریان یک جلسه 45 دقیقه صحبت میکنه. مثلا یه سری نمونه ها میاره، یه سری پرامپت نویسی آموزش محور مثلا برامون میاره با یه سری چارچوب ها. مثلا خیلی جالبه این که میاد از دید اون شخصیتی که ما بهش میدیم میاد اونا رو برای ما نمایش میده. یا مثلا میتونم بگم این شخصیتی که بهش میدم مثلا یه مربی فوتبال باشه، شاید منطقی نباشه ولی خب میخوایم پاسخهاشو با هم دیگه مقایسه کنیم. اینجا دقیقا نکته‌ای که میخواستم بهتون بگم و اینجا گفته. این آخرش که ما مرحله به مرحله نوشتیم، اون پرامپت و اون حالت جدیدیه که میتونیم به صورت در واقع گام به گام و قابل اجرا، به صورت خیلی هدفمند مرحله به مرحله خروجی رو دریافت کنیم. در واقع به این حالت میگیم حالت استپ بای استپ، مرحله به مرحله. خب از لحاظ از دید در واقع یک مربی فوتبال خیلی جالبه که میاد مثلا میگه که اون مربی فوتبال بخواد ابزار هوش مصنوعی توضیح بده، میاد مثلا درباره طراحی تمرین با کمک ای آی توضیح میده، درباره آنالیز حریف توضیح میده، درباره توسعه فردی اون بازیکن توضیح میده، برای پیشگیری از آسیب آمادگی توضیح میده، برای ضربه ایستگاهی، برای مثلا استعدادیابی و جذب، برای مثلا سناریوهای بودجه، برای مثلا
مثلا یه الگوی سریع یک هفته استاندارد مثلا خیلی جالبه. مثلا برای تمرین یک مثلا برنامه دقیقه هفتگی مثلا اینجا گفته خیلی جالبه، میتونه براتون مثلا یه برنامه بنویسه، یه برنامه در واقع برنامه ریزی کنه براتون از دید و از لحاظ شخصیت یک مربی فوتبال، مثلا نقشش مربی فوتبال. خب اینم از بخش در واقع مرحله به مرحله. میخوام که حالا بیایم یکم موضوع رو عوض کنیم. موضوع رو میخوام از حالت آموزش درباره ابزارهای هوش مصنوعی یکم ببریم یه سوی دیگه، مثلا ببریم سمت مثلا یه آموزش دیگه، آموزش نقاشی. خب میخوام که آموزش نقاشی رو یا مثلا بنویسم که چجوری چگونه نقاشی رو یاد بگیرم. یاد بگیرم از دید مثلا یک معلم نقاشی. میخوام که یک گزینه اضافه کنم تهش به عنوان دقیق و جزئی، از دید یک کسی که حالا خودش تو این زمینه تدریس میکنه، مربی مثلا اینو بنویسم مربی نقاشی. این هم قرار بدیم و تمام. ای پی اینجا اضافه شد. خب این پر رو من حذفش کنم، دستم خورد به این پی. حالا این خواهم ویرایشش کنیم کاری نداره. خب اینجا اومده و از دید یک معلم نقاشی مرحله به مرحله و دقیق میخواد بهمون به عنوان کسی که مبتدیه میخواد مراحلش رو برامون توضیح بده. مراحل آموزش نقاشی، مثلا اولش میخواد شناخت هدف مثلا داشته باشیم. تو مرحله اول هدفمون در واقع اینه که در واقع تصمیم گیری، اون مرحله اولمون اینه که به شناخت هدف برسیم و ابزار پایه. مرحله دوم آموزش دیدنه. مرحله سوم مثلا کنترل دست و خطه. مرحله چهارم نور و سایه است، تناسبات و پرسپکتیو. و حالا همین شکلی از دید کسی که تو این زمینه تدریس میکنه، معلمه. حالا این مهم نیست زیاد، یه چیز اتفاق خاصی نمیاد. حالا این میخوام که از دید یک مثلا چجوری بگم، مثلا از دید یه همون پسر بچه که اونجا گفته بودیم چگونه نقاشی یاد بگیرم، از دید یه پسر بچه میخوام دقیق و جزئی برای من توضیح بده. مثلا به طب لحنی که داره همونطور که میبینیم با یه لحن اون مربیه فرق میکنه. مثلا نمیاد که یه پورتری مقدماتی بکشیم. این مثلا میاد میگه خط خطی برای گرم شدن، شکل‌های ساده، سایه زدن، اندازه و جای درست، کشیدن چیزهای واقعی، صورت آدمک و رنگامیزی. حالا مثلا به جای اینکه مثلا اینجا اضافه کنه به عنوان استمرار و پیشرفت، مثلا مرحله استمرار و پیشرفت داشته باشه، اینجا مثلا نوشته که هر روز یکم تمرین کن. از دید پسر بچه است. پس اون بخش در واقع حالت نقش دادن و شخصیت دادن خیلی مهمه توی پاسخدهی و دریافت یک پاسخ با کیفیت از اون چت‌بات و هوش مصنوعی. این در واقع بخشی که دقیق و جزئی گفتیم به هوش مصنوعی برامون بنویسه، در واقع به اصطلاح بهش میگیم حالت اسپسیفیک، دقیق و جزئی. به این سراغ در واقع مثال بعدی میگم بخوام تغییرش بدیم، دوباره موضوع جدید پیش بدیم. مثلا درباره کامپیوتر، میخوام که با لحن رسمی به هم توضیح بدیم. خب درباره کامپیوتر میخواد با لحن رسمی برای من یک سری توضیحاتی رو بگه. خب میاد چیکار میکنه؟ میاد از حالا تعریف کلی شروع میکنه، اجزای اصلی، سخت افزار، نرم افزار، مثلا سیستم عامل، وظایف اصلیش چیه، ورودی، پردازش، ذخیره، خروجی،
انواع کامپیوترها مثلا لپتاپ، ابررایانه، اهمیتش تو جامعه امروزی. خب این به صورت رسمیه. حالا میام همین رو میخوام به صورت چی؟ مثلا به صورت صمیمی بنویسم با لحن صمیمی. صمیمی. خب ببینیم که فرق میکنه جوابش. خب به جای اینکه بگیم مثلا تعریف کلی یا کامپیوتر چیست، اومده با لحن صمیمی میگه کامپیوتر چیه، از چی ساخته شده، چه مدلایی داریم، چرا مهمه، مثلا و در نهایت جنبندی. تفاوتش توی لحنشه. اون که در واقع نمیدونم شما پشت این سیستم که هستین چه در واقع فردی هستین، مثلا با چه لحنی میخواین، باید حتما بهش بگین که آقا من با یه لحن صمیمی میخوام، با لحن رسمی میخوام، مثلا با یه لحن انگیزشی میخوام، با یه لحن شوخ میخوام. خیلی جالبه اگه بخوام براتون با لحن شوخش رو مثال بزنم. مثلا گفته کامپیوتر چیه؟ کامپیوتر یه موجود عجیب و غریبی که همش سرش تو کار خودش. خب مثلا اجزای کامپیوتر، سی پی مغز کامپیوتر، مثلا هارد یا اس اس دی، مثلا گفته یه حافظه طولانی مدت اونجا همه چیز زندگی همین داره، حتی عکسای خنده‌دار گربه مثلا. قشنگ برامون با لحن شوخ داره برامون تعریف میکنه. یکم جنبه طنز داره. چرا همه عاشقشن، عاشق کامپیوترن؟ جنبندی شوخ، مثلا کامپیوتر مثل همکار عجیب و باهوشه. مثالش به این صورته. این حالت لحن‌دهی که داریم بهش میدیم، یا لحن مشخص داریم بهش میدیم، اصطلاحاً بهش میگیم tone of voice، در واقع با یک لحن مشخص. این یک حالت دیگه ایه که میتونیم خروجی و پاسخ بهتر و با کیفیت تری دریافت کنیم. من این دو تا دارم، چند تا دارم مثال میزنم، میخوام که تفاوتشون رو متوجه بشین. و در نهایت نکته که میمونه، همین رو، همین در واقع کامپیوتر چیست رو خب یه حالت دیگه هم بهتون بگم. درباره کامپیوتر همون به هم توضیح بده. حالا اینجا میخوام بگم که با مثلا یه زمینه‌ای برای من توضیح بده، یا به اصطلاح میتونیم بگیم که با زمینه و دقیق برام توضیح بده. خب حالتش یکم با اون حالت رسمیه تفاوت‌هایی داره، یه سری شباهت‌هایی هم داره، ولی در کل همونطور که می‌بینیم اومده به صورت زمینه‌ای و دقیق با جزئیات داره برای ما خروجی رو نمایش میده و به ما پاسخ میده. این پرامپتی که اینجا نوشتم، دستوری که بهش دادم، گفتم که درباره کامپیوتر با زمینه و دقیق بهم توضیح بده. خب همونطور که میبینیم همه این مواردی که اینجا گفته، مثلا اجزای اصلی کامپیوتر رو قشنگ به قول معروف دقیق و با به صورت به قول معروف زمینه دار، زمینه‌ای برای من توضیح داده و همشون رو مون به مون برای من توضیح داده و همین رو میتونین مثلا استفاده کنین برای حالا مطالعه یا استفاده‌ای که میخواین داشته باشین. اینهایی که الان با هم کار کردیم، اینم بهتون بگم، این حالت در واقع که نوشتیم با زمینه، در واقع حالت به اصطلاح بهش میگیم که کانتکسته، حالت در واقع اطلاعات دقیق تر، یک مثلا خروجی خیلی شخصی ساده شده و حرفه‌ای تر با استفاده از این دستور میتونین بگیرین، دستور حالا زمینه و یا به اصطلاح کانتکست. خب اینم از این بحث. سعی کردم که با مثال اینها رو براتون توضیح بدم که تفاوت یک حالا پرامپت و دستور ساده، حتی اینا هم که دارم براتون میگم خیلی ساده است و درباره کامپیوتر با لحن رسمی برام توضیح بده. فقط میخوام این بخش هایی که این بینشه رو آروم آروم استفاده کنین شما. همین لحن رسمی خیلی میتونه بهتون کمک کنه، ولی خب اگه بخواین اون چیزی که تو ذهنتون دقیق اتفاق بیفته، بهتر باید به این دستور پر و بال بدین. هی همین شکلی بازش کنین که بتونین بهترین خروجی رو دریافت کنین. توی ویدیو قبلی هم بهش اشاره کردم. توی بحث تحلیل داده ها و دریافت ورودی که وجود داره، هرچی ورودی شما واضح تر باشه، با جزئیات تر باشه، دقیق تر باشه، حالا لحنش فرقی نمیکنه، مثلا بخوایم به جای را بنویسیم مثلا عکسی رو، فرقی نمیکنه، فقط اون بخش
جزئیاتش که بتونین منظورتون رو به اون ابزار برسونین جزء اولویت هاست که در نهایت بتونین خروجی بهتر و واضح تری هم دریافت کنین. به این صورت میتونین شما از هوش مصنوعی ها نهایت استفاده رو ببرین و بتونین به صورت مفید ازشون استفاده کنین. همین کار رو شما میتونین با هوش مصنوعی های دیگه هم تست کنین و انجام بدین. حالا من به صورت پیش‌ورز و تستی با همین ابزار هوش مصنوعی چت جی پی تی این اتفاق رو و این حالا حالت‌ها و ترفندها و پرامپتایی که داشتیم رو براتون توضیح دادم. یه چند تا مرور کنیم. 5 تا در واقع چند تا مرور که یه مرور می‌خوایم بکنیم. یه 5 تا کلمه جادویی بهتون گفتم که یکیش اکت از بود، یعنی مثل یک حالا فردی یا یه نقشی رفتار کن، بهش شخصیت میدیم، بهش نقش میدیم. حالت بعدی که داشتیم حالت در واقع استپ بای استپ بود، مرحله به مرحله، یعنی خروجیایی که ما داریم، اون پاسخی که داریم گام به گام باشه، ساختارمند باشه، با یه ساختار خاصی برای ما نمایش داده بشه. بعدیش حالت به اصطلاح اسپسیفیک بود، دقیق و با جزئیات، که در واقع تمرکز اون موضوعی که داره رو میبره سمت جزئیات دیگه. از اون حالت مثلا خیلی کلی که میگه و خیلی به قول معروف کلیشه‌ای که میگه، از اون حالت خارج میشه و وارد جزئیات میشه. حالت بعدی که داشتیم به اصطلاح کانتکست بود، در واقع حالت دستور بازنینه، یعنی که وقتی که یه اطلاعات بهش بدی، اطلاعات دقیقی بهش بگی، به طب خروجیت هم دقیقه، خروجیت هم شخصی سازی میشه و حرفه‌ای تر میشه در واقع. و در نهایت آخرین حالتی که کار کردیم حالت تون آف وایس بود، در واقع بهش میگیم که لحن مشخص. میتونی که تعیین کنی که اون جوابایی که داری، اون خروجیایی که داری چه حسی داشته باشن. با هم دیگه بررسی کردیم، مثلا رسمی، مثلا شوخ، مثلا صمیمی، یا گفتیم که میتونیم مثلا یه حالت مثل انگیزشی و اینا هم بررسی کنیم و بهش بگیم که با اون لحن برای ما توضیح بده. خب این هم از یک سری پرامپت ها، یک سری کلمات جادویی و خفن، یک سری ترفندها برای دریافت خروجی و پاسخ نهایی بهتر و با کیفیت تر. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. در صورتی که احساس میکنین افرادی رو میشناسین که به این حوزه علاقه‌مندن، خوشحال میشیم که کانال ما رو بهشون معرفی کنین و اونها هم از این آموزش‌ها استفاده کنن. در نهایت نکته نمیمونه و اگه سوالی هم داشتین حتما ازم بپرسین، من در خدمتتون هستم. تا ویدیوی آینده، خدا نگهدار.